این دیگه خیلی سخت است که در نزد خدا ارزش نداشته باشه، در نزد مردم خیلی خوب آدم باشه، در نزد خدا به اندازه بال پشر ارزش نداشته باشه. چرا؟ و من یهین الله فما له من مکرم. کسی را که الله متعال خار کرد، چی کسی رو بزرگ میشماره؟ بعضی اوقات که از چشم خدا بیفته دیگه از چشم همگی میفته. هر چقدر کوشش بکنه برای عزت خود تلاش نه دیگه ذلیل شد دیگه، انسان بگه برای خود بلند کردن نمیتونه. خدا نکنه که کس از چشم بلاکیف خدا بیفته. از چشم انسان ها بیفته مشکل نداره، خیلی اوقات شاید بیفته، اون از چشم پدرم شاید بیفته. این دعا بکن که از چشم بلاکیف خدا نیفته. خدا ما شما را به حال خود ما واگذار نکنه که باز توفیق یک سبحان الله گفتن هم نمیتونه پیدا کرده. باز با امو جوانیت، با امو کهنسالیت، با امو زن بودن و مرد بودن، کسایی که صدای ما رو میشنوند، با امو توانید هر چیز زمینش فراهم است، باز نمیتونه انجام دادهش. دیگه از چشم بلاکیف خدا انسان میافته. و اشخاص اگر شما رو احترام بکنه، از آدرس یا مادیت پول داری، از او خاطر احترامت میکنی یا ازت میترسه، از او خاطر احترامت میکنه. حالا تو نشه که بگیم بعضی انسان‌ها این تو پیرو داره، این تو پیرو نه، پیرو بازی نخورن. خیلی انسان‌های مشهور در نزد خدا هیچ در آسمان‌ها شهرت نداره، در زمین خیلی مشهور هستند، در آسمان‌ها کسشون نمیشناسه. یک روز عمر رضی الله عنه با رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و یک جای نشستگی بود، از اون طرف ابوذر میاد رضی الله عنه، در اینجا جبرئیل هم هست. جبرئیل به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و میگه اون نفر میشناسی که طرف میاد؟ میگه بله او ابوذر است. میگه تو چی میشناسی؟ جبرئیل رسول الله پس میگه تو چی میشناسی ابوذر؟ گفتی ابوذر از اهل زمین که در آسمان های خیلی مردم میشناسن. بعضی کسا رو مردم در آسمان ها خیلی میشناسن، در بین ما شهرت نداره، کالای شاید لباسش پیون زده باشه، ما اینجا کم لوکس نشستگی هستیم، کالا و تو کردگی بگم یعنی خوب شهرت میشناسه مردم. این معلوم نیست که در نزد خدا چه جایگاه خواهد داشت. ولی خیلی انسان‌های در نزد چشم و در زید چشم و ناچیز هست و در نزد خدا خیلی بزرگ میشه. عبدالله بن مسعود من قصه‌اش براتون کرده بودم، باز براتون یادآوری میکنم. عبدالله بن مسعود یک روز در درخت بلند شد، پاهایش باریک بود، خیلی لاغر بود از جسم خود، پاهای باریک در درخت بلند شد. بعد صحابه سرش خنده کردن. دل عبدالله گفته زن‌ها یک اندازه قدرت رسید، رفت پیش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله گفت اینا سر خنده کردن. اما صحابه که خنده کردن اونا رو خواستن، گفت چی کردن؟ گفتی عبدالله بن مسعود میشناسن؟ گفتی پاهای عبدالله بن مسعود در ترازوی اعمال از کوه احد کرده وزن داره، وزن‌تر است. این پاهای باریک به مناره های عزت تبدیل میکنه. بعضی کسا اینی تو خار دیده میشن، در نزد خدا خیلی جایگاه بزرگ دارن. از لباس ظاهر معلوم نمیشه، کسی رو دلتون جمع باشه. در پیشانی کس نوشته نیست که اهل تقوا است، اهل بهشت است. او در نزد خدا نوشته است که کی از اهل بهشت و کی اهل تقوا هست. این به عالم بودن نیست که کس مناسب باشه، مولوی باشه، قاری باشه، دکتر باشه، بگیم دکترا داره، پی اچ دی داره، ولی این اول نمره است. این ما که بی سواد است، ما آخر نمره خود نه، خیلی بی سواد ها در نزد خدا اول نمره هستند.